خب ما اینجا کارمون تموم شد، داریم از ریچموند هیل، یعنی از تو ریچموند هیلیم دیگه. حالا فعلا تو ریچموند هیل. آره این خونه هایی که داری میبینی، این خونه ها ایریاش خیلی خوبه دیگه. دست چپش یانگ، ایریا لوکیشن عالی، حرف نداره، ولی کوچولوه دیگه، باید چیز کنیم. این سایز استایلا رو دوست داشته باش، نه که بد باشه حالا، چون بعدا نگین آی فلان و این نمیدونم چرا بد بوده. اینا روبروه، این روبروه رو نگاه کن، به اینا میگن کاندو. این دیگه الان ختم خار و مادر همه ایرانیای تورنتو و کانادا رو حساب بکنی، همینجا. این الان خیابون یانگه، شمال به جنوب، خیابون یانگ شمال به جنوب. حالا ما باید وایسیم تا خلوت چه بریم. حالا این کاندوهایی که روبرو رو داره میبینین هم جزو کاندوهای خیلی خوبیه برای یانگ. اجارهش هم مثلا یه خواب پلاس دن یعنی یه اتاق کوچولو، مثلا خیلی کوچولو، 2 متر در 2 متر هم چیزی. مثلا اونو بهت یه خوابشو اینجا بهت میدن مای 2000 و مثلا 400 تا. خب این میشه 2400. دو خوابه مثلا میره 2700 تا. اینا باید بدی. آب و برق و آب مجانیه رو خونه، رو آپارتمان هست واسه چیز اجاره. برق و بعد خودت بدی هایدرو رو. قیمتش هم مثلا الان اینو همین الان تو مارکت بخوای بخری، الان مثلا با 650 تا میتونی یه خوابشو مثلا با دنشو بخری، مثلا 680 90 تا، نزدیک 700 تا دو خوابش. اون روبرویی هم که داریم میبینین، اینو میگم، این نه، اینم جزو آپارتمان کاندوهای خیلی خوبه، خیلی خوب که یعنی جاش خوبه دیگه، وگرنه اینجا آپارتمان ها همشون خوبن، کاندوها مخصوصا. دست راستی هم اونم تقریبا به حالت نارنجی طور میزنه، اینم دوباره کاندوه، یعنی هر کدوم از واحداش یه دونه صاحب داره دیگه. وسط بگم مثلا دست چپ یه عالمه کبابی ایرانی داریم بعد از این چراغه که سبز شد. داروخونه داریم الان، نمیدونم، گوشت فروشی داریم، داروخونه، درمونگاه، همه چی هست دیگه. یه نمایندگی کیاه اونجا دیگه. اینجا اصل داستان تمام ایرانیان مقیم کاناداست. واقعا کانادا، حالا تورنتو که واقعا تورنتویی درسته، ولی کانادا اینجا اصلا هر جلسه تشکیل شه اینجا اول شکل میگیره. اینجا بهش میگن یانگ اند 16. اون چرا قرمزه یه خیابونی هست بهش میگن 16 چپ و راسته، یعنی شرق و غربه. یانگ هم که قطعش میکنه شمال به جنوب. مثلا این آپارتمان ها اینا مثلا اینجوری هم. اینا همه چی داره دیگه، جیم و استخر رو نمیدونم فلان و بیسار و اینا همه چی داره. دست چپ هم که گفتم خدمتتون پر از کافی شاپ های ایرانی و نمیدونم از اینجور داستان. آره خلاصه که کانادا الان اوضاع احوال زیاد جالبی از لحاظ اقتصادی نداره، به خاطر اینکه از زمان کرونا به این ور کانادا یواش یواش شروع کرد پله ها رو 1-5 تا همینجور پایین افتادن. خیلی وحشتناک، خیلی. یعنی یه تایمی بود که اصلا واقعا همه داشتن از کانادا فرار میکردن. واقعا دارم میگم، چند تا دوستای خود من از ایران اومده بودن برگشتن، چون اصلا اون چیزی که تو ایران داری راجبش فکر میکنی، اصلا کانادا زمین تا خدا باهاش فاصله داره. اصلا یه دنیای دیگه، یه لیگ دیگه اینجا داری بازی میکنی. برای همین مثلا دست چپم یادم نره، دست چپم یه مال خیلی خوبه توی واسه محله ریچموند هیل، بهش میگن هیل کرست مال. دست چپه مال خیلی خوبی، خیلی خوب که اوکیه دیگه. همه چیزی که لازم داشته باشی، لازم لباس و اینجور چیزا رو
کارتو را میندازه. میدونی چی میگم؟ کارتو را میندازه. رنتال میشه مثلا دست چپ رو میبینی اونا رو، به اونا میگن رنتال. روبروش رو نگاه کن، به اون میگن کاندو. نمیدونم گرفتی داستانو یا نه. دست چپیه چیز رنتال، دست راستیه کاندوه. حالا ما مثلا رنتال مثلا انقدر بزرگم داریم اندازه این یارو دست راستیه، شیشه ای طوره. حالا این رنتالش مثلا 10 طبقه است. مثلا داریم رنتال 20 طبقه هم داریم. اینا همشون باید به یه نفر اجاره بدن. حالا اون یه نفره که یه آدم خرمایه‌ایه، ما کاری دیگه نمیدونیم کیه، همه به اون میدن. دیگه واسهتون بگم که آره اقتصاد خیلی خراب شده بود. سالهای مثلا 2024 و اینا فاجعه بود، فاجعه. 2024 2000 تقریبا 5 له دد، یعنی اصلا نگم بعد تو کانادا معمولا خریداشون رو نگاه کن، یه چیزی هست اونجا بهش میگن نمیتونم نشونتون بدم، نو فریز. اینجا این چیزا مثلا شما حساب بکن یه چیزی تو مایه های مثلا 20 برابر بزرگتر و خفن‌تر از مثلا استایل شهروند طوری. میگیری چی میگم؟ همه چی داره. یکیش مثلا اینه نو فریزه، یکیش والمارته، یکیش کاسکوه، یکیش نمیدونم فرشکوه، یکیش فود بیسیکه، متروه. حالا هر کدوم از اینا یه سری کوالیتی ها رو میارن داخل فروشگاه هاشون میفروشن، بسته به کوالیتی هاشون قیمتشون بالا پایین میشه. آره اینم یه کاندو دیگه است. من نمیدونم ولی میگفتن اونرش سازنده این کاندوی ایرانی بوده، نمیدونم. حالا ولش کن، اصلا فراموش کن، اشتباه کردم. زیرش هم پر مغازه است دیگه، میبینی اکثر مغازه هم ایرانی هم. مثلا داروخونه است، نمیدونم این چیه، هایدا ساندویجه، نمیدونم کلینیک، آرایشگاه دیگه، همه چی داره اینجا. اینجا مهد ایرانی هست، یعنی مهد که دارم میگم واقعا اغراق نکردم. ما اینجا بپیچیم کسی نمیاد و دیگه به حضور شما عرض کنم که آره دیگه اینم مثلا یه رنتال دیگه است. اینم رنتاله، ولی این رنتال تمیزه. رنتال اینجا رنتالای ترتمیز خیلی داره توی این محله. اجاره هاشون هم بالاست، 2000 مثلا 700 800 بسته به سایز، ولی دیگه تهش همینه. دیگه اینم از این فعلا. الان هم ساعت 5:20 است. 5:20 من برم این ماشینم رو پارک کنم، برم اون یکی ماشینم رو بردارم، دوباره واسه تون ویدیو میگیرم میفرستم. I love you. خداحافظ.